مالبند نه دهوک دو ماهی کنفرانس نوچهی کمال اسلامی انجام دا. بجبجکی نارنمان ساخلمی و پاماندبون گشت انجمن و ارگان اندور بادینان کنفرانس مالبند نه دهوک پریوچو. او تیداب دنگ 46 کسان بوجارا دوی فلاح مصطفى و کوبرپس مالبندی هات هلبجارتن. والله سپاس به خدا انشالله اکود بجن پرانیا دنگ بدست خوب اینان من پیخوش بو من در فد وکر بو مجال وکر بو خلک کی بو هر شل رجاء اولی حتی وگاوه هر کسی که هبید خوب پالیورا کرد و خوب کاندید کرد ام چاوی ماچید کن دستی ماچید کن کوهاد با به صورت یاره کسی خوب رانه بر پلان ما بوان 4 سال بهت انشالله ام ده محاوله کن حول دین خوب حسه کن چون که هر چابت ما ازمونه که تجربه که یا سخت یا وان 4 ساله انشالله ده پتر اتهاری کابین بو خلق که خوب و اندامت خوب ات کنفرانسی دا گنگشل سر رشنویس پیرو کمال اسلامی ها تکرن و راسپاردن انجمن مالبند نهات نبلند کرن. اندام کنفرانسی جی بحث الگرنگی کنگره چاره اجبو پیجوبرنا کار اسلامی و پیسکرنا پیگه کمال اسلامی لدور آبادیناند کن. پشتی کنفرانس نفچه دهوک تیتا بدو ماهی اینان و انجام دان انشاءالله ده برف کنگره و چین اوجی انجمن سرکردایتی کمال اسلامی ده بریاری سر دیار کرن و انجام دان کنگره داد افریقا وکو مالبند نه دهوک ادوی کنفرانسی دا مجی کار لسر هنده کریا کو پیشوچونا کار اسلامی و یک کمال اسلامی الپارزگاه دهوک و البادینان انشاءالله برف پیشوچونه و باشتربونه بچیتن. رجاء اینی 16 عمل دهوک خرفابین بهنده که کنفرانس نوچه مالبند دهوک انجام بدین. بگمان چند برگه پیکتی تف کنفرانس هنه برگه هر گرنگ اوه که مهندک راسپارده و مهندک داخازیت هین بو هنده که یعنی کار کمال اسلامی بزاوا کمال اسلامی الدورا بهدینان و السنور پارزگاه دو که برف پیش ببین ما داخازیت خوید نویسین ما راسپاردت خوید نویسین سر پیرو کماله و چاورت گین سرکردات یا دهات یا کمال اسلامی گرنگی اکا تایبت بدورا ما بدد. هفدن پریادنگدان اندام کنگره هات نه هلبجارتن و بویرنگی جی قناغا دوی آماده کاریاش بو کنگره چاره دو ماهی هات و کمال اسلامی برف قناغا 3 و 2 ماهی پنگاوه تاویجید. سپاس بخوای گوره که کنفرانس بکوتا هات اما دو قناغی پیشخومان بکوتا هنا که آنش قناغی یکم کمونوگشت کم بو قناغی دومیش قناغی کنفرانس نوتی کم بوم اما پیدن اینا قناغی کوتا که قناغی سیم اویش انجام دادن کنگره چهارم کمال اسلامی هم اما دوای اوی که کنفرانس کردن بکوتا هنا راپورتی کوتایی آماده دکن و برز دکن با انجمن سیاسی و دواتر دست دکن با آماده سازی با کنگره چهارم کمال اسلامی شتوام بخوای گرال در فتح چنیزی گام بپی گنجان بپی بولوان او کنگرهش دیت انجام دادن که تمنا دکن که زیر رضامندی کادیر و اندامو تاوی لانگل هادران کمال اسلامی بیتن. ادکشه که آرام دا و گیانه که براینی کنفرانس نوچهی مالبند نه دهوک پریوچو و بکومه که راسپارده و تبینی و بوچونین گرنگ و اندام هلبجارتی دهوک ده کنگره چاره کمال اسلامی زنگین کن. آمد بریفکانی، کانال آسمانی پیام، دهوک.